اجرای کنسرت محلی ذبی استالفی با سیتا قاسمی. ذبی استالفی کجاست و مصروف چی کار باری است؟ سیتا قاسمی چی رابطه با ذبی استالفی دارد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. ذبی استالفی هنرمند محلی خوان، سابقه دار و ناماشنای افغانستان است. ذبی استالفی هنرمندی است که از زمان طفولیت علاقه فراوانی برای هنر خوانندگی داشت و در سن جوانی نامش در میان مردم افغانستان آوازه شد. ذبی استالفی کنسرت‌های مختلف برای علاقمندانش داخل افغانستان و خارج از افغانستان برگزار می‌کرد و سرانجام ذبی استالفی به کشور آلمان مهاجرت کرد. ذبی استالفی مدت 5 سال در جرمنی بود تا اینکه قبولی خود را گرفت و دوباره به افغانستان برگشت و به کارهای هنری خود ادامه داد. اکنون ذبی استالفی در شهر هامبورگ جرمنی زندگی می کند و در آنجا هم به کارهای هنری خود ادامه داده است و در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می کند. ذبی استالفی قرار است کنسرت محلی و مناسبت سال نو جمشیدی با سیتا قاسمی در شهر جرمنی برگزار کند. سیتا قاسمی هم برگزاری این کنسرت را با ذبی استالفی با جبین گشاده پذیرفته است. سیتا هم از جمله هنرمندان ناماشنا، موفق و محبوب در میان هنرمندان افغانستان است و علاقه‌مندان فراوان در سرتاسر جهان در میان فارسی زبانان دارد. سیتا قاسمی فقط رابطه هنری با ذبی استالفی دارد و این دو هنرمند در یک کشور زندگی می کند. ما هم در انتظار برگزاری این کنسرت پرشکوه از دو هنرمند ناماشنای کشور خود هستیم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.